درود بر شما دوستان. آنچه میبینید سند جنایت حیوان صفتی چون بشار اسد است. کسی که امروز 132 میلیارد دلار خودروهای لوکس و کاخهایش را قیمت گذاری کردند. یک کشور به کام یک خاندان بوده. او برای بقای خودش، نه برای خدمت به کشور، یک ملت را قربانی کرده. در این زندان جنایت هایی شده که تاریخ بشر به خود ندیده. زندان سید یانا در 30 کیلومتری شهر دمشق، زندانی مخوف